سلام بکس دراگی آقا آمدیم با یک ویدیو دیگه از آلکادراز و لهجه مشهدی که مثل لهجه شهر خودم. امیدوارم خوشتون بیاد. هر کم خوشش نیاد میتونه هیتش بده زیر کامنت کنه، ما خودم یه جوری جوابش میدم. ولی خب خلاصه از حق نگذرم آقا. امروز از این بعد دیگه تصمیم گرفتم با همین لهجه چیز کنم. ای داداش امیر مال شما بود. یک جوری میگی انگار حقت خوردم. داشت امیر به خدا فقط یک کیل بود که او هم ما زدم دیگه. خلاصه از کیل داشت امیر که بگذاریم، چون یک کم لهجه مشهدی پیچیدگی‌های خودش داره و سختی‌های خودش داره، ادیتور بعدی قسمت براتون ترجمه کنه. ولی چون ادیتور خودمون ترجمه‌ای در کار نیست، چون کاره کی داش میرا به زحمت کو. ببینم یه دقیقه واسه ادیتور، یه دقیقه استاپ کن برارا. اگه میخوایم پوزیشن تیریسا ببینه شما یک نفر اضافه بعد یکیتون کم بشه، بعد بیایم با هم دیگه صحبت کنیم برارا. ولی بازم مشهدی باخ نمیده. اینجاش که میگه اگه بذاری بذارم بذاری، اگه نذاری بذارم عمرم بذارم بذاری، ولی مطمئنم بذاری بذارم که بذارم بذاری، که اگه بذاری بذارم بذاری. ها یاره داشتم میرقت تو مسیر زدن این اسکوات رو به کمک کردی که احساس میکنیم این انگشتا درد گرفته. یکم برو استراحت کن برارم، خیلی کاربردشی تو این نقش. خلاصه برارا اگه از این طرز ویدیو و از این سبک ویدیو نمیدونم لهجه ما خوشتون میاد که آقا کامنت کنین، زیر لایک بذارین، سابم بکنین حتما که ما آقا یه انرژی بشه برم. مطمئن شم از این مدل ویدیوها خوشتون میاد که بیشتر بذارم برام. بابت کیفیت صدا هم ببخشین دیگه، ما میکروفون نداریم. ان شاءالله میکروفون هم میخریم، از این بعد با میکروفون براتون صدا ضبط میکنیم. حالا شما به بزرگی خودتان ببخشید. واقعا متاسفیم، واقعا متاسفیم. چرا ویدیو تموم نمیشه دیگه؟ تموم شد دیگه آقا. خدا نگهدار. دم شما گرم.